خیلی دوست داشتم آیت الله خمینی اینجا بودن و میشد با ایشون صحبت کرد. خیلی دوست داشتم از ایشون بپرسم آیا این ایران بعد از 50 سال اون ایرانی بود که قبل از انقلاب و اوایل انقلاب داشتید وعده‌اش رو مردم میدادی؟ من از شماها عذر میخواهم، من از ملت ایران عذر میخواهم، من از این مادرهایی که بچه‌های خودشون را از دست دادن معذرت میخوام که عرضه این را ندارم که کار را درست کنم. ما نتوانستیم برای شما کاری انجام بدیم، ما ضعیف هستیم. خلاصه اینکه مردم ایران از شما ناراضی اند. مردم ایران معتقدند که شما با وعده هایی سر کار اومدید ولی خیلی زود وعده هاتون رو فراموش کردید. مردم ایران فکر میکردن شما میخواهید اونها رو اولویت اول خودتون قرار بدید، اما از ایران پایگاهی برای امتگرایی و امتسازی خیالی خودتون ساختید. این چه وضعی است در این مملکت؟ تا کی صبر کند ملت ایران و تا کی شما میخواهید اصلاح کنید امور را؟ در اون حرفایی که میزنید قدرم عمل کنید. اگر عاجزند کنار برند تا ما افرادی پیدا بکنیم که عاجز نباشند. کدوم یک از اهداف شما محقق شد؟ صادقانه مردم میگفتید که ما میخوایم شما رو گوشت قربونی ملت‌های دیگه بکنیم. مردم ایران پشت شما می آمدن. اگر مردم میگفتید که ما سیاست راهبردی که از اون به هیچ شکل کوتاه نمیاییم، بحث محو اسرائیل و نجات فلسطین هست، حتی اگر باعث تورم‌های کمرشکن بشه، حتی اگر امنیت شما از بین بره و مورد تجاوز خارجی به خاطر حمایت از یک ملت دیگر قرار بگیرید، فکر کنید مردم بازم پشت شما می آمدن؟ اگر مردم میگفتید که وقتی آمدید دهن سیاستمدارانتون رو و روشنفکرانتون رو گل خواهیم گرفت، فکر کنید بازم می آمدن؟ یا شما اون روز وعده بهشت به مردم ایران میدادید، وعده میدادید که آزادی بیانی که در ایران خواهد بود بیشتر از اون چیزی هست که در اروپا شاهدش هستید؟ واقعا این اتفاق افتاد؟